یه عده از باباها هم هستن که خیلی آقان، به بچه های اینا میگن آقازاده. اینا شغلشون اینه که هرچی باباها آبرو، اعتبار و حیثیت اجتماعی داشتن تبدیل میکنن به نقدینگی. اینا موقع گرفتن راند و چیزهای دیگه آقام میکنن. موقع لزگی زدن و پارتی هم میگن من همیشه با پدرم زاویه داشتم. اینا خدا رو شکر آق پدر و آه مردم از دو جهت شقشون میکنه ایشالله.